ما در بهترین ایام سال قرار داریم. 10 روز اول ماه ذوالحجه که 10 روز آن عید قربان است. این همان 10 روزی است که خداوند به شبهای آن قسم یاد می کند. می فرماید والفجر و لیال عشر، یعنی قسم به فجر و قسم به شبهای 10گانه. این دلالت به بزرگی شأن این 10 روز می کند. هر عمل صالح در این 10 روز در نزد خداوند محبوب ترین عمل و دارای اجر و پاداش بزرگی است. ارزش یک عمل اندک در این 10 روز مثل نماز، روزه، ذکر و تلاوت قرآن، حتی یک جرعه آب دادن به یک تشنه در نزد خداوند محبوب تر و از عبادت تمام روزهای دیگری سال بهتر و افضل است. در روایت بخاری آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هیچ روز نیست که انجام عمل صالح در آن در نزد خداوند محبوب تر از این روزهای 10گانه باشد. یعنی انجام هر عمل صالح در این 10 روز در نزد خداوند افضل و محبوب تر از هر عملی است که در غیر این 10 روز انجام می شوند. پس این فرصت طلایی را از دست ندهید.